بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. حمد و سپاس و صفت و ثنا پروردگار عالم و عرض خوشباش و سلامتی باشین در این ماه مبارک رمضان، ماه عبادت، ماه بندگی پروردگار عالم به تمام عزیزان و کسانی که می صدا و سیما دارند. مروچی روچن که برات و بزرگوار عزیز در چهبهار برنامه دارند که برنامه میار جلی و یکیش آنانات و یکیش بزرگترین رسم و دود و آناناتان بلوچین که میار جلی که پناه دادن به غریب و بیوس و درمانده مردمانند. تبریک گوشین باتی برات و عزیز نویسنده و همه عزیزان، کسانی که در روزنامه نگاری و در کلمجنگی و در سایر موارد برای پیشبرد زبان بلوچی و زبان مادری ما که یکی از زبانهای آریایی و یکی از زبانهای اصیل اسلامی و ایرانی هست، الحمدلله گام زدند. برادران عزیز، معلمان ما، دانشمندان، دانشگاهیان، عزیزان که در هر جای هستند، ما باید بوتی زبان و دود و ربیدگ و بلوچی، رسم و رسوم و لباسی که دارن پایبند به. چرا که دین اسلام هم که اگر در جای فتح کرده، در جای گفته، اولین سفارش همی بوده که ما دین مبین اسلام و نماز و عبادت و بندگی خدا را بکنن و قبول داشته بین و تی پروردگار عالم و تی پیامبر و بعد از آیی نماز و عبادت و تی آیات عربی بانن، ولی بقیه زبان و هر جایی که مردم هر رسم و رسومی دارن، در زمانی که فتوحات اسلامی بوده و هر جایی که کشور گشایی بوده و مردم دعوت به اسلام بودن، توصیه بیشی بوده و تی رسم و دولا داشته بین. به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک کسی که سالهای سال در آموزش و پرورش، در تعلیم و تربیت من حضور داشته و 20 سال مسئولیت سکان آموزش ابتدایی که پایه و اساس تعلیم و تربیت و خشت اول اشتغالی برای فرزندان ما من کار کردم. بعضا جوانان ما به خصوص آنانی که اخیراً ازدواج کنن و صاحب فرزند و اولاد بند و اولاد به ابرکپید سعی کنن که به زبان فارسی که زبان رسمی مملکت ما هست و به حق هم هست روند برایی پدا، در حالی که چنین نیست. با بررسی هایی که دانشمندان، روانشناسان و مکالمه شناسان کتند و بررسی هایی که ما داشتند، کودکانی که دارای دو زبان هستند، زبان بلوچی و زبان فارسی لوتن یاد گیرند، یا کودکانی که ترک هستند ترکی یاد دارند و بعد به فارسی یا کردی یا عربی، اتفاقا موفق تر از کودکانی که با یک زبان روبرو هستند. و دلهوره و بعضی وقتا احساس در ما این که کودک ما تا زبان گشایشکن مانگونی فارسی گپ کن. نه، به نظر من ایشی یک روند غلط این که باعث خیلی معضلات بید و فرزندانی هم که دو زبانه هستن در تعلیم و تربیت اتفاقا خیلی موفق ترند. من در پایان از همه عزیزان، استادان و بزرگواران، نویسندگان، به خصوص دانشگاهیان و عزیزانی که نمونهش من نام برین حقش هم هست که در ایران شهر آی محمودزئی یا عظیم شهربخش یا دیگر عزیزان و بزرگواران دارن زحمت کشند و هم چنین کسانی که در روزنامه و مطالب جنبندی کنند در رادیو و تلویزیون هستند که با عزیزان مدیر کل رادیو تلویزیون هم بنده صحبت کردم. توصیه ما همیشه که زبان و لباس و رسم و دود بلوچی داشته بید، چرا که یکی از فرهنگ‌های مملکت ما و کشور ما است. شما را به خداوند تبارک و تعالی سپاریم و آرزوی سلامتی برای همه عزیزان و کسانی که گام و
و دامگیز دارم به طرف وتی زبان و وتی رسم و رسوم در کنار قوانین و مقررات رسمی کشور. من سر تعظیم فرود کاریم و براوان درود گوشیم. خدا شما پشت و پناه و شما حافظ و نگهدار.